سلام به همگی. امروز میخوام مخفی کردن چت ها توی واتساپ رو بهتون یاد بدم، به طوری که اگه حتی کسی که گوشیتون رو باز کرد رمز گوشیتون هم داره چت هاتون رو نبینه و هیچ طوره متوجه نشه که شما چت ها رو مخفی کردین. خب بریم تو گوشی. خب رو اون چتی که میخوایم مخفیش کنیم نگه میداریم و 3 نقطه رو میزنیم، لوک چت رو میزنیم، کانتینو. حالا اینجا رمز میخواد، رمز رو میزنیم. سلام خوبین؟ من میخوام وام ضروری ثبت نام کنم. فکر کنم ساعت از طریق کافی نت. خب دوستان اوکی رو میزنیم. خب الان این چت قفل شد، میره بالا چت لوک چت نوشته میشه. خب این تابلو دیگه یه چیزی رو شما قفل کردیم. حالا اگه میخوایم اینو از اینجا برداریم میریم داخلش و اون بالا 3 نقطه رو میزنیم، چت لاگ ستینگ، و این تیک رو میزنیم. خب میگه اینجا یه پسورد ایجاد کنیم. حالا مثلا دوباره این پسوردی که ایجاد کردیم میزنیم. خب الان قفل شد و این چت دیگه اینجا نیست. و هر وقت اگه بخوایم اینو دوباره برگردونیم باید چیکار کنیم؟ بیایم توی سرچ و رمز رو بزنیم، باز میشه. به همین سادگی. سلام، وقت بخیر. سلام، خوبی داشت؟ سلامتی. قربونه. این چک رو مثلا تاییدیه‌اش بزنه. خب دوستان یه روش دیگه هم هست که میتونید چتاتون رو زماندار کنید تا خود به خود حذف بشن. برای این کار باید برین داخل چت طرف، 3 نقطه رو بزنید و گزینه حالا تلفظش نمیدونم درست نه، دیسیپلینگ مسیج، اینو میزنید و میتونید هر تایمی که دوست دارید انتخاب کنید تا خود به خود حذف بشه. خب دوستان این بود از چند تا از روش‌های مخفی کردن چت تو واتساپ. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون ارسال کنید. سوالی هم داشتید تو کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.